بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ابن حزم رحمه الله می فرمایند که من لحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له احکام المرتد كلها. یعنی هر کسی که به دار الحرب به اختیار خودش ملحق می شود، می پیوندد و با مسلمانان خودش با مسلمان ها می جنگد، پس او با این کار، با این عملی انجام دادش مرتد شده است و همه احکام مرتد به بالای او جاری می شود. معنای این سخن چیست؟ معنای این سخن همین است که یک انسان در بین مسلمان ها بود، در کشور و سرزمین مسلمان ها بود، مسلمان بود، به اختیار خودش، به یگان اکراه، به یگان مجبوری او به دارالحرب، به بین کافرهای پیوست که مسلمان ها را می کشند و می زنند و به مسلمان ها می جنگند، به اختیار خودش به اونها رفت و پیوست شد به کفار محارب، یعنی دارالحرب. به دارالحرب رفت و به اونها پیوست شد و با همراهی اونها خست به مسلمان ها جنگید. از بین مسلمان ها رفت به کافر یک شد و مسلمان ها را به قتل رسانیدن و به جنگ شروع کرد. پس این آدم مرتد شد به همین کار کردش. این موالات اکبر است. چخیلی که علی بن خدیر الخدیر حفظه الله و فک اسره ذکر میکنند که موالات اکبر 4 نمود است. یکیش همین است که همراه اوها شوید و مسلمان بجنگید.